سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بچه‌ها امروز اومدیم بهتون چند تا سنس معرفی کنیم مخصوص اونایی که میخوان رنگ آپ کنن و برن کاستوم. اینا سنسای خیلی خفن، بهترین سنسی ممکنه براتون بچه‌ها رفتیم پیدا کردیم. کلا این ویدیو فکر کنم 7 8 دقیقه بیشتر نیست. 7 8 دقیقه وقت بذار روی این ویدیو و دیگه مشکل سنس نداشته باش. برو گیم راحت رنگ آپ کن، چرا گرم مستر شدن تو ببینم. حالا من میریم معرفی میکنیم سنسار رو، تست هم میکنیم جلوتون سنسار رو و آخر ویدیو هم اسم یه برنامه رو میگم که میتونید با این برنامه سنس خود گوشیتون رو بگیرید. این سنسی که میگم سنس یوتیوبراست، سنس خودم هم داخل این ویدیو هست، خیالتون راحت باشه. خب دیگه بچه حرفی نمیمونه، بریم واسه ویدیو. لیتس گو. خب بچه وارد ترنینگ میشیم. الان من 5 سنس رو معرفی میکنم، سنس خودم هم هست. اینم دستی که من دیروز گرفتم، واقعا خیلی خوشگله. دست من دیروز گرفتم. الان بریم دو تا گان میگیریم. من یو ام پی و ام پی رو میگیرم، دو تا گانی که من همیشه استفاده میکنم داخل رنگ، داخل کلش اسکواد، داخل کاستوم، به ویژه ام پی اصلا داداشیمه. خب سنس اولی سنس خودمه، 85 88 100. این سنس اصلی خودمه که من با این سنس به خدا پلی میدم. یو ام پی و ام پی خیلی خوبه، کار میده. ام هم خیلی خوبه. اسنایپ خوب نیست اصلا. این میخواید با اسنایپ بازی کنید اصلا این سنس رو نذارید، هم سرعت رو میاره پایین. کلا سنس خوبی نیست برای اسنایپ، فقط برای ام پی و یو ام پی و دولول و ام و گانه دیگه است. برای اسنایپ اصلا خوب نیست. در بازم میگم خیلی هم خوب هیت میخوره سنس. خب بچه‌ها میریم سراغ سنس دوم و سنس دومو بچینید. سنس دوم 98 دو تا 98 پشت سرم، یه 100 90 70 60. دوباره اعلام میکنم 98 100 90 70 60. این سنس دوممونه که سنس خیلی خوبیه. حالا تستشو میکنی با هم میبینیم سنسو. برای ام پی و ام پی خیلی خفن. ببین اصلا اول کار ترکون با ام پی اصلا وحشی این سنس. الان من گفتم وست میخوره. چرا این کارو با من میکنی گارنا؟ آره خوب میخوره خدای. با ام پی خیلی خفنه. سنس یو ام پی هم خوبه، قولف میکنه تو هد انمی بعد جور. این قابلیت خوبه این سنس. سخت که میهد بالا کشیدن باش، ولی اگه قفشه دیگه در نمیاد. خیلی سنس خفنیه، هم برای رنگ آپ هم برای کاستوما خیلی خوبه و بیشتر برای کاستوما به استفاده میشه این سنس، چون یه قلف میکنه 2 تا تیر تمام. سنس بعدی 97 99 20 40. دوباره هم اعلام میکنم 97 99 20 40. این سنس سوممونه که سنس خیلی خوب خفن مخصوص رنگ آپ. من دارم میگم که هر کدومش مخصوص چه چیزی که شما دیگه راحت باشید، ولی بازم تست کنید حتما. شاید دو بعضی سنسور رو گوشی نشینه. آره اینجوریه. خب خوبم هید میخوره، ولی باید سریع بکشیم. اوف چه هیدی خورده چه باید کلا قفل کرد. خوبه، سرعتی سنسه برای اون که سرعت پلگرن خوبه. رنگ هم خیلی خفنه باش، باید دیگه طرف رو سریع ناک اوت میکنه. سنس چهارم 99 96 90 80 60 50. دیگه از صفر نکردم چون طول میکشه، دیگه همینطور تنظیمش کردم. بازم میخونم که بفهمید. 99 96 90 80 60 50. اینا رو بچه رو کاغذی یه چیزی بنویسید. مثلا بنویسم که این سنس مخصوص رنگ آپ کاستومه، برید تستم کنید. این سنس بیشتر مثلا اونه که رنگ آپ پلگرن استفاده میکنن تا اونه که کاستوم میرن، چون این سنس بیشتر بین گردن تا سینه قلف میکنه. این سنس هیدم خیلی خوب میخوره، ولی بیشتر رو اینا قلفه و به درد کاستوم نمیخوره، چون کاستوم فقط هید باید بزنیم. سنس بعدی. خب بچه سنس آخر و بعد این سنس قرار برنامه رو معرفی کنم. سنس آخری 98 95 بزنم 95 96 100 30 60. این هم سنس هاست بچه. دوباره بازم میخونم 98 95 96 100 30 60. این کاستوم میتره کنه این سنس.
دو تا کاستومی معرفی کردن، 2 تا هم رنگ کاپ، یکی هم که سنس خودم بود. حالا هم ادامه ویدیو سنس برنامه رو براتون میذارم، میفهمید چی میگم. فقط کافیه اسم گوشیتون رو وارد کنید بهتون سنس میده. بعد میگم چطوریه این سنس. هم میبینید حوازی داره بچه، ببینید یه جور حوازی میخوره این سنس. بیشتر به درد کاستوم میخوره تا رنگ کاپ نمیتونیم اینجوری فایت بدیم. فایته حوازی اصلا خوب نیست رنگ کاپ، به گا میریم و اون 2 تا سنس خیلی بهتره. خب بچه این برنامه‌ای که بهتون سنس گوشیتون رو میده خیلی خفنه. من تست کردم سنس گوشیمو، خیلی خفن بود. خب ما وارد برنامه میشیم. فایل دانلود شاخص تلگرام هم هست، میتونید اسمش هم داخل مایکت سرچ کنید و وارد میاره براتون. بچه اینجا مدل گوشیتون رو وارد کنید. من مثلا گوشیم پوکو شیائومی رو انتخاب میکنم. اینجا اسمش رو سرچ میکنم، پوکو M30، یعنی پوکو خب M3، آره M30 همون M3 M3. خب اینم 3. خب گوشی من دومی میذارم. بله اینم سنس گوشیم که اینجا الان برام نوشته 96 93 95 97 35 و 50. این سنس گوشی بود. بچه‌ها دمتون گرم، مرسی تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. با این کاری که گفتم میتونید بهترین سنس برای خودتون پیدا کنید و دیگه برید رنگ کاپ عشق کنید، کاستوم برید عشق کنید. امیدوارم که همتون داخل گرم مستر شدن ببینم. عشق منی. تا یه ویدیو دیگر بدرود.